با مقصد پیشگیری افلاس‌شوی ساحل‌های دریاها، کانال‌ها و جلب هرچه بیشتر شهروندان به کارهای آبادانی جهت اجرای فرمایش کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده درباره حفظ محیط زیست امروز در ساحل دریای قره‌طوق و شرکند عکس تازگی ساحل 2017 برگزار شد. در این چهاربینی ساکنان دهه آریان جاویدان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 همچنین سربازان قسم‌های نظامی سهم ارزنده گذاشتند. مراد رحمانزاده نماینده شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده تاثیراتش را از رفت برگزاری عکس ساحل 2017 چنین بیان کرد. با مقصد تازه نمودن ساحل‌های دریاها، کانال‌ها، جوی‌ها و جلب تمام شهروندان جمهوری امروز در شهر ترسونزاده عکس تازگی محل با فرمایش رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. باید گفت که امروز در ساحل‌های دریای قره‌طوق، شرکند و کانال‌هایی که در حدود شهر ترسونزاده می باشد ساکنان تمام جماعت‌ها برآمده برای تازه نمودن ساحل دریای کانال‌ها سهم خود را گذاشته ایستادند. این عکس باید گفت که نه که در یک روز وابسته باشد، تازه نمودن ساحل، محل، گرد اطراف خانه، جوی، زهبورها باید گفت که تمام سال در حدود شهر ترسونزاده برگزار می‌گردد و ساکنان آن پورا در آن اشتراک می‌نمایند. تشکر زیاد. شما میگفتید که من در همین مدت سال 2017 همین گونه عکس‌ها ها همین گونه کارهای تازگی چند مرتبه به نقشه گرفته شده است. البته باید گفت که این عکس تازگی ساحل که امروز با فرمایش رئیس کمیته شده گذاشته ایستاده است، اما عکس تازگی محل از ماه فوریه تا ماه اکتبر سال 2017 در تمام شهر ترسونزاده روزهای شنبه با فرمایش شعبه حفظ محیط زیست و حکومت شهر ترسونزاده برگزار می‌گردد و ساکنان تمام جماعت‌ها برای در این عکس اشتراک نمودن فعالیت خود را برآوردند. باید ذکر نمود که اشتراکداران عکس ساحل 2017 هر گونه پرتاب‌ها را از ساحل دریای قره‌طوق و شرکند جمع آوری کرده به جایهای انیق برآورده طریق ماشین‌های بارکش به نقطه‌های اساسی پرتایی انتقال دادند. خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 جماعت دهات قره‌طوق نیز عاید حفظ محیط زیست بی‌طرف نبوده به حشر و کارهای دستجمعانه پیوسته شرکت می‌نمایند. ما خوانندگان مؤسسه رقم 13 شهر ترسونزاده برای آبادکاری دهه‌مان لب‌های ساحل را چخیلی که می‌بینید برای آبادکاری دهه‌مان لب‌های ساحل را ما تازه کرده هستیم. عکس ساحل است، تازگی این گروی سلامتی باشد. ما می‌خواهیم که همه وقت دهه‌مان آباد و زیبا باشد و می‌خواهیم همه وقت تازه باشد. تازگی این گروی سلامتی همه ما است. واقعا هم تازه آزاده نگاه داشتن محیط زیست و ساحل‌های دریاها وظیفه هر یک ساکن جامعه به شمار می‌رود، زیرا تازگی گروی سلامتی است. به همین گفتارها عمل کرده در جماعت و دهات‌های شهر ترسونزاده همین گونه چهاربینی‌های منفعت بخش دایر کرده می‌شود. ما آموزگاران مؤسسه رقم 13 برای عکس ساحل برآمده زیاده از 300 نفر خوانندگان و ساکنان محله آریان برای آبادکاری محل سهم خود را گذاشته ایم. ما پرتو در مسافه 1 کیلومتر تازه نموده با واسطه نقلیات به جایهای مخصوص انتقال می‌دهیم. مقصد از دایر شدن عکس ساحل 2017 پیش از همه تازه نگاه داشتن منبع‌های آبی کشاد، پیشگیری بیماری‌های سرایتی و منزل زیست ساکنان میباشد. همین گونه کارهای آبادانی و سازندگی در دیگر منطقه‌های شهر ترسونزاده نیز به نقشه گرفته شده است. صابر جان سعیدов، Zafar Hasanov، شهر ترسونزاده، جهان ما.